هر کس همی لوگو را جور کده واقعا به خر توهین کدین. یگان چیز دیگه میمونده به خدا. سلام علیکم دوستان، خیر دوستی عزیز، من درست 3 روز پیش ویدیو کردم که من کنفرانس هستم، از کنفرانس خوشم میاد. پشتون تاجیک ازبک هزاره اما هم برادر هستن، از افغانستان هستن. در افغانستان نیست که کنفرانسی و چیزا رو بلدم نیست نمیکنن. کسای کنفرانسی میکنن اما خارج از افغانستان زندگی میکنن. این اولاد خر که مادرش خر نگایده باشه اینجوری کار نمیکنه که بیاد به امارات یا به یک دولت توهین کنه که این از خر بهتر هستن یا چیز است. خب تو اگر اولاد خر نبودی، خر پدرت نبود، این کار نمیکردی. صبح تا غروب فقط ویدیو درست میکنی که افغان اینجوری است، پشتون اینجوری است. خب تو خودت مادرت همین خر گایده، اگر مادرت همین خر نمیگایدی اینجوری ویدیو درست نمیکردی. صبح تا غروب کمپرستی و بدبختی مادرت خر